هفتمین مطلب هفتم وقایه از فکر، وقایه فکر از امراض فکری. این بسیار موضوع مهم است که در عبادت های فکری ما و شما باید بفهمیم. وقایه چی رو میگه؟ وقایه نگهداری رو میگه. وقایقی یعنی وقایتن که انسان خدا وقایه میکنه از بسیاری از امراض، اما یکی امراض بدنی هست، یکی امراض فکری و اعتقادی هست. یکی از عبادت های فکری چی است که ما و شما خدا از چی وقایه بکنیم؟ از امراض فکری و از غلطی ها و اشتباهات فکری. الله متعال به خاطر ازی که مثلا انسان عقل و فکر خدا به شکل مثبت به کار برده، چند حکم الله متعال بیان کرده. اول، تربیت انسان مؤمن به تحقیق و بحث علمی. الله متعال حکم الله هست که شما باید تحقیق داشته باشین و بحث علمی بکنین. و آیات قرآن حکم میکنه که ولا تقف ما لیس لك به علم، دو چیزی که علم نداری دو توقف نکو. چرا؟ ان السمع گوش تو و البصر و چشم تو و الفؤاد و قلب تو کل اولئک کان عنه مسئولا، کل از اینا مسئول هستن. پس باید با چشمت ببینی. مثلا یک موضوع هست، آیات قرآن چی میگه، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این راستا چی گفتن، تابعین چی گفتن. بعد از انسان واقعیت درک میکنه. اما اگر میگی نه ولی فلانی شخص باید برای من سلام علیکم فلانی، بله من کدام راه را برم، موبایل میگه برو ده میرا و دنبال روی میکنی بدون از این کار درست نیست، بلکه انسان باید تحقیق بکنه. دوم، انسان مسلمان باید خود از خرافات دور بسازه. در عصر جاهلیت مثل مجسمه های مردم چی میکردن؟ خرافات زیاد مثل عبادت مجسمه ها. به مجسمه عبادت میکرد. چرا میکنی؟ والا پدرای ما میقسم میکرد. کاهن برش مثلا راهنمایی میکرد، فالبینی میکرد. خلاص میگفت که گپ از کاهن درست است. این خرافات است. مثلا کاهن ها چی میکردن؟ براتون یک مثال بزنم. کاهن ها یا فالبینا چی میکردن؟ این یک گلاس میگرفتن، این دیگه پوشیده بود، این من داختن و 3 دانه تیر میگرفتن، در یک تیر نوشته میکردن که برو، در یک تیر دیگه نوشته میکردن که نرو، در یک تیر دیگه نوشته میکردن که هیچ چیز نوشته نمیکرد. خب یک نفر میامد، ما میخوایم که سفر بکنیم. خب سفر بکنیم، پیش از کاهن برش اینو میگرفت. خب از این 3 دانه یکیش بلند کن. به این معنی که اینی تیرها علم غیب دارن، بر تو خیر و شر نشان میده. در حالی که تیر خودش بیچاره اگر بشکنانیش خودش چیز را کرده نمیتونه. این هم عصر جاهلیت است، در خرافات مبتلا است. این بالا میکرد که بالا میکرد، او نرو. چرا؟ نه نرو که باز اینه فالت گفت که خطر است. پس برای از این تیر علم غیب داد. این چی است؟ این خرافات است که علم غیب برای یک چوب میتی. یا مثلا قصه ها و چیزها و جن پرستی و پیروی از اینا. پس الله متعال میگه که افتعبدون ما من دون الله، میگه شما عبادت میکن بغیر از الله، ما لا ینفعکم ولا یضرکم شیئا. خوب میفهمه امی بت پرست، میفهمه که اگر امی بت یک کس بیایه کلاهش دوزی بکنه، این دفاع کردن نمیتونه. از خود اگر یک کس بیایه تبر بگیره یا تیشه را بگیره و بینی از این بت میده کنه، خودش میده بکنه، دفاع از خود کردن نمیتونه. برای ما هیچ منفعت رساندن نمیتونه. لکن در خرافات مبتلا بودن. از این خاطر الله متعال میگه که شما باید خدا از خرافات چی کنین؟ دور بسازین. و ابراهیم علیه السلام وقتی که بر زنا گفت که بت‌ها چی میتونن برای شما، اون شکستن. افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیرین؟ پس انسان مسلمان وقتی خدا وقایه میکنه که اول تحقیق و بحث داشته باشه، دوم از خرافات خدا دور بسازه، سوم از تقلید کورکورانه که فقط من تقلید میکنم ولی اینمی شخص همی بزرگوار، مثل که یهودی ها میفتن که احبار ما و نصرانی ها میفتن رهبان ما، احبار علمای ما و پیرای ما، هر چی که گفت خلاص که ما از پشت از ما میریم.
یا مثلا پدرای ما هر چی که گفتم ما از اون پدرای خود تقلید میکنیم. الله متعال میگه که این از صفات مردمای عصر جاهلیت است و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی برشون گفته شد که از ما انزل الله مطابقت بکنین، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، میگه بلکه ما مطابقت از او چیزی میکنیم که از پدرای خود الفت گرفتیم. پس این گپ بسیار غلط است. الله متعال میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر اینا فکر بکنن پدرهایشان نه عقل داشتن و نه هدایت شده بودن. حالا اگر پدر جاهل بود، بی عقل بود، هدایت نشده بود، بت پرست بود، قبر پرست بود، شما هم دنبال روی از رو میکنین؟ نه، شما پیروی ما انزل الله رو ببینید که قرآن چی میگه تانه، سنت چی میگه تانه. آیا گفتار و رفتار پدر اگر به قرآن و سنت برابر بود اهلا و سهلا، اگر مخالف ازی بود باید تو پیروی از کتاب الله بکنیم. اینی رو میگه وسایل وقایع از چی؟ رهایی از انجماد. انجماد چی رو میگن؟ یکی از امی است که مثلا انسان بعضی کساست مثلا بخی عربا میگه فلان اقفل مخه، قلف مغز خود دماغ خود بخی قلف کرده، اما تو منجمد هست بدون فکر و تدبر ایگپا، اما تو چی هست؟ نه در قرآن فکر میکنه، نه در حدیث فکر میکنه، نه در وی فکر میکنه، خلاص این انجماد فکری میگه. انسان نباید فکر خود و عقل خود خشک نگاه بکنه، بلکه باید در آیات قرآن و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تفکر و تدبر بکنه. پنجمین نکته که هست وقتی ما میخوایم خود وقایه بکنیم از امراض فکری، یه امراض فکری هست پیروی هوا و هوس و شهوت ها. بسیاری وقتا هست که انسان پیروی از شهوت ها میکنه. این سبب چی میشه؟ سبب گمراهی ازی میشه. افرایت من اتخذ الهه هواه، الله متعال میگه نیدین کسایی که معبود خود، بگن اله، وقتی ما شما میگیم لا اله الا الله، معبود نیست به حق و تقنین کننده به حق نیست به غیر از الله. الله متعال میگه نیدی کسایی که اله خود، معبود خود کی گرفته؟ قانون ساز خود کی گرفته؟ هوا، خواسته های نفسانی خودن. پس این هم یکی از امراض فکری هست که انسان باید خود از حواس و خواسته های نفسی خود دور بسازه. نفس انسان به گمراهی میبره و الله متعال میگه که افرایت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. الله متعال ایره به وجود علم ایره گمراه ساخته و ختم علی سمعه و قلبه، بالای چشم و گوشش چی انداخته؟ و قلبش، بالای گوش و قلبش مهر زده و جعل علی بصره غشاوه، فمن بر چشمایش پرده هست، فمن یهدیه من بعد الله. این حالی کسی که نفس پرستی میکنه بالاخره به طغیان و سرکشی ادامه میده، بالاخره مورد غضب الله قرار میگیره و کل راه های هدایتش سرش بسته میکنه. دیگه ششم، حفظ عقل از تلف شدن. نباید انسان مثلا از بعضی از ضرورت ها هست مثلا در اسلام هست که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عزت، حفظ شرف، حفظ عقل، حفظ مال. باید انسان عقل خود حفظ بکنه. از این خاطر شراب، مخدرات برای چی حرام است؟ به خاطر ازی که اینا عقل ضایع میسازن، عقل از بین میبرن. یک کسی که پودری هست بالاخره این عقل زیر به اندازه نابود میکنه که بالاخره ای از بار دوش جامعه میشه. شراب امی قسم الله متعال میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. از این چیزها شما از شراب، از قمار، از بت پرستی، از امی ازلام، پیشتر که ما شما گفتیم ازلام میگن که امی تیرهای فال، از اینا یا می کلش پلیتی هست، از عمل شیطان است. از این اجتناب بکنین لعلکم تفلحون. دیگه هفتمین چیزی که وقایع میکنه عقل انسان، استناد فکر به دلایل است. همیشه انسان مسلمان فکر خود چی میکنه؟ دلایل میبینه. ان من آیاتی خلق السماوات، یکی از دلایل قدرت الله خلق کردن آسمان هاست. اگر انسان به طرف آسمان ها میبینه و آنچه که در فضا هست میبینه، این کلش دلایل است به قدرت الله. زمین وقت میبینه، اختلاف زبان ها را سهل میکنه که من چقدر خود فهمیده میگیرم، اما اونجا یک طفلک میبینی که پدر خود به یک زبان چینایی گپ میزنه توی نمیفهمی، یک طفل دیگر میبینی به زبان دیگر گپ میزنه تو نمیفهمی. اختلاف زبان ها و الوانی که اختلاف چهره ها، یک کس رو میبینی سیاه پوست، سفید پوست، زرد پوست، سرخ پوست، کل از این چیز
ان فی ذلک لآیات، میگه کل جا که از دلیل هستن از قدرت الله. برای کی؟ برای عالمین، برای مردم. دیگه وقای خود و اعضای خانواده خود از آتش دوزخ. الله متعال میگه خود و فامیلت از آتش دوزخ نگاه بکن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. شما خود و اعضای خانوادهتان. میفهمی که به حجابی اینمی دختر مرا در دوزخ میبرن، به نمازی اینمی اولاد مرا در دوزخ میبرن، به ایمانی خانواده مرا در دوزخ میبرن. الله متعال میگه برای اینا تعلیم ایمان بده، اینا را دعوت بکن، اینا را راهنمایی بکن به طرف حق، تا که اینا وقایه شون از چی؟ از آتشی که وقودش در گیرانش انسان ها و سنگ هاست. پس این چی از نوم دیگه فتنه های بسیار خطرناک است. از این فتنه ها خود در این فتنه ها نپرتون. امام مسلم میگه که ابو هریره رضی الله عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که بادروا بالاعمال الصالحه، به اعمال صالحه شما زیاد مبادرت بکنید. فستكون فتن كقطع الليل المظلم. میگه فتنه ها میشه مثل یک شب تاریک. فکر کنید در یک دشت روان هستی، تاریکی بسیار زیاد است، پای پیاده هستی و در این دشت چقوری ها هست، کندها هست، حیوانات درنده هست، درخت ها هست، جنگل هست، در بین او بسیار زیاد است. این حال از این جنگل و از این منطقه تو بیرون میشی و طرف میری، یا با درخت تکر میکنی، یا در آب میفتی، یا در چقوری میفتی، یا یک حیوان درنده سرت حمله میکنه، یا یک مثلا گزنده میگزیده. این کلش میگه آخر زمان که است اینمی قسم از هر طرف خطرها هست. اختلافات حزبی، اختلافات مذهبی، اختلافات سیاسی، اختلافات فکری، فلسفه های کفری، اندیشه های کفری، احزاب کفری، حکومت های کفری، پارلمان های کفری، دموکراسی و سوسیالیسم. اوه چقدر بدبختی ها هست. تعصبات، تکبرات، قوم پرستی، زبان پرستی، حزب پرستی، ملیت پرستی، بیرق پرستی، کلش فتنه ها هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این فتنه های زیاد است. کوشش بکنیم که عقیده درست و عمل صالح داشته باشیم که در این وقت یصبح الرجل مؤمنا، یک نفر صبح مؤمن میباشه و یمسی کافر. صبح میبینیش بسیار مسلمان با تقواست، دیگر میبینیش که کافر شدن. و یصبح و یمسی مؤمن، یک کسی شام ملاقات میکنی بسیار مؤمن هست، صبحگی که کتش گپ میزنی میبینی که کفر میگه. چرا؟ میگه یبیع دینه بعرض من الدنیا. این شخص میگه دین خدا میفروشه به یک متاع دنیایی، یا پیسه، یا چوکی، یا یک مقام، یا یک مال، یا یک چیز شهوانی، یا چیز، به این دین خدا از دست میده و سرگردان میشه و بیمان میشه. دیگه این فتنه هاست، از اینا انسان خدا حفظ بکنن. و دیگه وقایه از شبهات است. دشمن ها چی صلاح دارن؟ یکی شهوات است، یکی شبهات است. پس انسان مسلمان اگر میخواه که فکر خدا و عقیده خدا وقایه بکنه، از این شبهات خدا دور بسازن. ولی بسیاری وقتا هست شما میبینید که مثلا مردم های دهری و بیدین و کافر و مرتد یا برنامه ها دارن، که چیزها دارن، چینل ها دارن و در قلب انسان شبهات داخل میکنن. خب این اگر یک عالم متخصصی ده میبینه به خاطر رد کردنش و علیده کار است، اما یک نفر بیچاره ترجمه قرآن نمیفهمه، همین چینل های شبهات دیده میره. یک وقت ببینی که چی هستن اینا را، این شبهات به گمراهی میکشن. الله متعال میگه که یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یا همیشه به گمان استوار هستن. همین کسایی که شبهات میپرتن چی است؟ خودش قرآن غلط فهمیده، باز امو فهم غلط خود انتقاد میکنه. خودش حدیث غلط فهمیده، امو فهم غلط خود انتقاد میکنه. این مشکل هست. دیگه از چی باید خدا بکنه؟ وقایه از شهوات. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. دشمنان میخواد که یا به شبهات مبتلایتان بکنن یا به شهوات. کسایی که پیروی از شهوات میکنن میخواد شما را منحرف بسازن. بسیاری کساست به خاطر اینمی شهوات مبتلا به می مشکلات شدن. و علامه ابن قیم چی میگه؟ میگه صلاح شیطان چی است؟ میگه هی الشهوات و الشبهات و الخیالات و الامانی الکاذبه.
و هی فی القلب فیدخل الشیطان فیجدها عتیدا فیأخذها و یسول بها علی القلب. میگه صلاح از شیطان ها چی است؟ شهوات است، شبهات است، خیالات است، در عالم خیال زندگی میکنن، آرزوهای دروغی هست. این از یا میگه شیطان استفاده میکنه. پس انسان باید خودم از این چی کنه؟ از این چیزها وقایه بکنه. دیگه وقایه از افراط و تفرید. افراط و تفرید چی است؟ بعضی کسا در یک مسئله بسیار افراط میکنن و بعضی کسا هستن در اون مسئله بسیار تفرید میکنن. انسان مسلمان باید اما منهج متوسطی را که قرآن و سنت برش بیان کرده از او استفاده کرده. باز اینجا اما فکری از یک است وقایه میشه. اگر در پشت افراط رفتی و بیهوده مثلا به اندازه افراط کردی که حتی مثلا چند نفر 3 نفر جوان آمدن در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم از عبادت رسول الله رو میگه کم میدانستن، این افراط میگن. خود از پیغمبرم که در بالاتر قرار میده. و یگان تا دیگه هستن تفرید میکنن که نماز و عبادات دیگه بار بی ارزش قرار میدن. نه، باید انسان نه افراط بکنه و نه تفرید بکنه. الله متعال بر اهل کتاب گفت یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، در دینتان بسیار افراط نکنین. اونا چی کردن؟ افراط کردن در شخصیت عیسی مسیح، افراط کردن بالاخره عیسی علیه السلام از بندگی کشیدن، بر از او صفات الوهیت برش دادن و به این شکل در کلانترین بلا مبتلا شدن. و این هست که انسان مسلمان اگر میخواد که خود و فکر خود وقایه بکنه باید از این مسائل، همین چند نقطه که اینجا گفته شد، به این بسیار انسان باید احتیاط بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.